رادیوی تاجیکستان تقدیم می‌دارد. من چی گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی و افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. شنونده های عزیز، در قرآن کریم خداوند سوره به نام لقمان دارد و از حکمتهای او خدا در قرآن خبر داده و اینجا مولانا از حکمتهای قرآنی صحبت می آراید. لکن انسان عاقل باید یک چیز را سرفهم برود. حکمت لقمان چه داند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود؟ و یک حکمت مشهور بین مردم ما: گوشت خر دندان سگ، مر سر خر را سری دندان سگ، الخبیثات الخبیثین حکمت است. قصه آتش افتادن در شهر به ایام عمر رضی الله عنه که همه آب میکشید تا آتش را خاموش کنند. عمر رضی الله عنه به ایشان گفت: شما نان و صدقات بر مسکینان و ناداران بدهید، این آتش آه ایشان است که خدا بر شما گمارید. رازی توف انداختن خصم بر روی حضرت علی کرم الله وجهه یک اشاره خیلی معنادار و مردمی که به محاربه در میدان ها سر و کار دارند که دشمنان را دوست گردان، دوستان را دوستتر. و راز آن دشمنانش که قصد حضرت علی کرم الله وجهه داشتند از طرف بزرگوار خیلی مردانه قبول می شود و توکل به خدا دارد. و جز از علی کی گوید و پسر که قاتل من چو اسیری توست امروز و اسیر کن مدارا. او را رسول خدا از این سیر خبر داده بود. از روزگار رسول خدا و ابرمردان دیگری تاریخ مثال می آرد و ما را پند می دهد. مردان خدای را کار از برای خدا بود. مقصد الدنیا و جیفتون و طالبها کلاب نبود. و شنونده های گرانقدر، دفتر اول به ترجمه یک آیه کریمه که مورد بحث در همه زمانها قرار داشت که این شناخت خداوند است و این شناخت عقیدوی است، با آخر می رسد که بهترین فهمیش از طرف مولاناست. الرحمن علی العرش استوا، نی مکان ره یافت سویش نی زمان، نی بیان دارد خبر زو نی عیان. این همه مخلوق و حکم از داور است، خالق عالم ز عالم برتر است. و خدا لامکان است و مولانا ما را در همه حال و احوال به صبر دعوت می کند. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. شنونده های گرامی قدر، اکنون می پردازیم به قرائت ادامه مثنوی معنوی. راویان بنده، عمر نسا کزکا و نظام قاسم، شرافت عبدالنظر و خیرالله ابراهیم. رجوع به حکایت زید.
زید را اکنون نیابی کو گریخت، جست از صف نعال و نعل ریخت. تو کی باشی؟ زید هم خود را نیافت، همچو اختر که برو خورشید تافت. نه از او نقش بیابی نه نشان، نه که یابی نه راهی کهکشان. شد حواس و نطق بابایان ما، محو نور دانش سلطان ما. حیثها و عقلهاشان در درون، موج در موج لدینا محضرون. چون بیاید صبح وقتی بار شد، انجمی پنهان شده بر کار شد. بیهوشان را وادهد حق هوشها، حلقه 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 ها در گوشها. پایکوبان دست افشان در ثنا، نازنازان ربنا احییتنا. آن جلود و آن نظام ریخته، فارسان گشته غبار انگیخته. حمله آرند از عدم سوی وجود، در قیامت هم شکور و هم کنود. سرچی می پیچی کنی نادیدهی، در عدم زول نسر پیچیدهی. در عدم افشرده بودی پای خیش، که مرا کی برکند از جای خیش. می نبینی صنع ربانید را، کی کشید او موی پیشانید را. تا کشیدم اندر این انواع حال، که نبودد در گمان و در خیال. آن عدم او را هماره بنده است، کار کن دیوا سلیمان زنده است. دیو می سازد جفانین کل جواب، زهره نه تا دفع گوید یا جواب. خیش را بین چون همی لرزی زبیم، مر عدم را نیز لرزان دان مقیم. ور تو دست اندر مناسب میزنی، همزی ترس است آنکه جان میکنی. هرچی جز عشق خدایی احسن است، گر شکرخواری است آن جان کندن است. چیست جان کندن؟ سوی مرگ آمدن، دست در آب حیات نازدن. خلق را دو دیده در خاک و ممات، صد گمان دارند در آب حیات. جهد کن تا صد گمان گردد 90، شب برو ور تو بخسبی شب رود. در شبی تاریک جوی آن روز را، پیش کن آن عقل ظلمت سوز را. در شبی بدرنگ بس نیکی بود، آب حیوان جفتی تاریکی بود. سرز خفتن کی توان برداشتن، با چنین صد تخم غفلت کاشتن. خواب مرده لقمه مرده یار شد، خواجه خفت و دزد شب برکار شد. تو نمیدانی که خصمانت کیند، ناریان خصم جودی خاکیند. نار خصم آب و فرزندان اوست، همچنان که آب خصم جان اوست. آب آتش را کشد، زیرا که او خصم فرزندان آب است و عدو. بعد از آن این نار شهوت است، کندرو اصل گناه و ذلت است. نار بیرونی به آب بفسرد، نار شهوت تا به دوزخ می برد. نار شهوت می نیارامد به آب، زان که دارد طبع دوزخ در عذاب. نار شهوت را چی چاره؟ نور دین، نورکم اطفاع النار الکافرین. چی کشد این نار را؟ نور خدا. نور ابراهیم را ساز اوستا. تا ز نار نفس چون نمرود تو، وارهد این جسم همچون عود تو. شهوت ناری براندن کم نشد، او بماندن کم شود به هیچ بود. تا که هیزم مینهی بر آتش، کی بمیرد آتش از هیزم کشی. چون که هیزم بازگیری نار مرد، زان که تقوا آب سوی نار برد. کی سیاه گردد ز آتش روی خوب، کو نهد گلگونه از تقوی القلوب. آتش افتادن در شهر به ایام عمر رضی الله عنه.
آتش افتاد در عهد عمر، همچو چوبی خشک میخورد او حجر. در فتاد اندر بنا و خانه ها، تا زدند در پر مرغ و لانه ها. نیم شهر از شعله ها آتش گرفت، آب می ترسید از آن و می شگفت. مشک های آب و سرکه می زدند، بر سری آتش کسانی هوشمند. آتش از استیزه افزون می شدی، می رسید او را مدد از بی حدی. خلق آمد جانب عمر شتاب، کآتش ما می نمیرد هیچ عذاب. گفت آن آتش ز آیات خداست، شعله از آتش بخل شماست. آب سرکه چیست نان قسمت کنید، بخل بگذارید اگر آل منید. خلق گفتندش که در بگشوده ایم، ما سخی و اهل فتوت بوده ایم. گفت نان در رسم و عادت داده اید، دست از بهر خدا نگشاده اید. بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز، نز برای ترس و تقوا و نیاز. مال تخم است و به هر شوره منه، تیغ را در دست هر رهزن مده. اهل دین را بازدان از اهل کین، هم نشین حق بجو با او نشین. هر کسی بر قوم خود ایثار کرد، کاغ پین دارد که او خود کار کرد. خدا انداختن خصم در روی امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه و انداختن امیرالمؤمنین علی شمشیر از دست. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. در غزا بر پهلوان دست یافت، زود شمشیر برآورد و شتافت. او خدا انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آن خدا زد بر رخی که روی ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیر آن علی، کرد او اندر غزایش کاهلی. گشت حیران آن مبارز زین عمل، و از نمودن عوف و رحمت بی محل. گفت بر من تیغ نیز افراشتی، از چی افکندی مرا بگذاشتی؟ آن چی دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سست در اشکار من؟ آن چی دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برق نمود و باز جست؟ آن چی دیدی که مرا زان عکسی دید، در دل و جان شعله آمد پدید؟ آن چی دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدی این جان؟ در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود کی داند کیستی؟ در مروت ابر موسی بته، کامد از وی خوان و نان بیشبه. ابرها گندم دهد کان را بجهد، پخته و شیرین کند مردم چو شهد. ابر موسی پر رحمت برکشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. از برای پخته خواران کرم، رحمتش افراخت در عالم علم. تا 40 سال آن وظیفه وان عطا، کم نشد یک روز زان اهل رجا. تا همیشان از خسیسی خواستند، گندنا و تره و خس خواستند. امت احمد که هستید از کرام، تا قیامت هست باقی آن طعام. چون ابیت این در ربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زا شد. هیچ بی تعویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر. زان که تعویل است واداد عطا، چون که بیند آن حقیقت را خطا. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست، عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. خیش را تعویل کن نخبار را،
مغز را بدگوی نه گلزار را. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه واگو از آنچه دیده ای. تیغ علمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که به شمشیر کشتن کار اوست. صانع به آلت و به جارحه، واهب این هدیه های راجحه. 100 هزاران می چشاند هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را. بازگو ای باز عرشی خوششکار، تا چی دیدی این زمان از کردگار. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. آن یک ماه همه بیند عیان، وان یک تاریک می بیند جهان. وان یک 3 ماه می بیند به هم، این 3 کس بنشسته یک موضع نعم. چشم هر 3 باز و گوش هر 3 تیز، در تو آویزان و از من در گریز. سحر عین است این عجب لطفی خفی است، بر تو نقش گرگ و بر من یوسفی است. عالم ار 18,000 است و فزون، هر نظر را نیست این 18 زبون. راز بگشا ای علی مرتضی، ای پسی سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافت است، یا بگویم آنچه بر من تافت است. از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشانی نور چون مه به زبان. لیک اگر در گفت آید کرسی ما، شبروان را زودتر آرد برا. از غلط ایمین شوند و از زحول، بانگ مه غالب شود بر بانگ غول. ماه به گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. باز باش ای بابی رحمت تا ابد، بارگاهی ما له کفوا احد. هر هوا و ذره خود منظر است، تا کشاده کی بود کانجا در است. تا بنگشاید در را دیدبان، در درون هرگز نجنبد این گمان. چون کشاده شد در حیران شود، مرغ امید و طمع پران شود. غافل ناگه به ویران گنج یافت، سوی هر ویران از آن پس می شتافت. تا ز درویش نیابی تو گوهر، کی گوهر جویی ز درویش دیگر. سالها گر زن دود با پای خیش، نگذرد ز اشکاف بینی های خیش. تا به بینی نایدد از غیب بو، غیر بینی هیچ می بینی بگو. سؤال کردن آن کافر از علی کرم الله وجهه که بر من چون من مظفر شدی، شمشیر از دست چون انداختی؟ پس بگفت آن نو مسلمان ولی، از سری مستی و لذت با علی، که بفرما یا امیر المؤمنین، تا بجنبد جان به تن در چون جنین. 7 اختر هر جنین را مدت، می کنند ای جان به نوبت خدمت. چون که وقت آید که جان گیرد جنین، آفتابش آن زمان گردد معین. این جنین در جنبش آید ز آفتاب، کآفتابش جان همی بخشد شتاب. از دیگر انجم به جز نقش نیافت، این جنین تا آفتابش بر نتافت. از کدامین ره تعلق یافت او، در رحیم با آفتاب خوب رو. از رهی پنهان که دور از حس ماست، آفتاب چرخ را بس راه هاست. آن ره که زر بیابد خود از او، وان ره که سنگ شد یا خود از او. آن ره که سرخ سازد لعل را، وان ره که برق بخشد نعل را. آن ره که پخته سازد میوه را، وان ره که دل دهد کالیوه را. بازگو ای بازی پر افراخته،
با شه و با ساییدش آموخته. بازگو ای بازی عنقاگیر شاه، ای سپاهیشکن به خود نه با سپاه. امت وحد 100,000 بازگو ای بنده بازت را شکار. در محل قهر این رحمت زی چیست؟ اژدها را دست دادن راهی کیست؟ جواب گفتن امیرالمؤمنین که سبب افکندن شمشیر از دست چی بوده است در آن حالت؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه معموری تنم. شیری حقم نیستم شیری هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. رخت خود را من زیره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. سایه‌ایم کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. خون نپوشد گوهری تیغی مرا، باد از جا کی برد میغی مرا. کهنه‌ام کوهم ز حلم و صبر و داد، کوه را کی در رباید تند باد. آنکه از باد رود از جا خس است، زانکه بادی ناموافق خود بس است. بادی خشم و بادی شهوت بادی آز، برد او را که نبود اهل نماز. کوهم و هستی من بنیادی اوست، ورشوم چون کاه بادم یادی اوست. جز به بادی او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بستم زیری لگام. تیغ حلمم گردنی خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روضه گشتم گرچه هستم بو تراب. چون در آمد علت اندر غذا، تیغ را دیدم نهان کردم سزا. تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من. تا که اعطا لله آید جود من، بخل من لله عطا لله و بس. جمله لله هم نیم من آن کس. وانچه لله می کنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان جز دید نیست. ز اجتهاد و از تحری رستم، آستین بر دامنی حق بستم. گر همه پرم همه بینم مطار، ور همه گردم همه بینم مدار. ور کشم باره ندانم تا کجا، ماهم و خورشید پیشم پیشوا. بیش از این با خلق گفتن روی نیست، بحر را گنجایی اندر جوی نیست. پست میگویم به اندازه عقول، عیب نبود این بود کاری رسول. از غرض حرم گواهی حر شنو، که گواهی بندگان نرزد دو جو. در شریعت مر گواهی بنده را، نیست قدر وقت دعوی و قضا. گر هزاران بنده باشندت گواه، بر نسنجد شر
ایشان را بکا. بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق. کین به یک لفظی شود از خواجه هور، وان زیت شیرین و میرد سخت مور. بنده شهوت ندارد خود خلاص، جز به فضل ایزید و انعام خاص. در چه افتاد کان را غور نیست، وان گناهی اوست جبر و جور نیست. در چه انداخت او خود را که من، در خوری قعرش نمی یابم رسن. بس کنم گر این سخن افزون شود، خود جگر چی بود که خارا خون شود. این جگرها خون نشد نه سختی است، غفلت و مشغولی و بدبختی است. خون شود روزی که خونش سود نیست، خون شوان وقتی که خون مردود نیست. چون گواهی بندگان مقبول نیست، عقل او باشد که بنده غول نیست. گشت ارسل ناک شاهید در نزور، زان که بود از کون او حور بین حور. چون که حورم خشم کی بندد مرا، نیست اینجا جز صفات حق درا. اندرا کازاد کردد فضل حق، زان که رحمت داشت بر خشمش سبق. اندرا اکنون که رستی از خطر، سنگ بودی کیمیا کردد گوهر. رسته ای از کفر و خارستان او، چون گل بشکوف به سروستان هو. تو منی و من تویم ای محتشم، تو علی بودی علی را چون کشم. معصیت کردی به از هر طاعت، آسمان پیموده ای در ساعت. بس خجسته معصیت کان کرد مرد، نزد خار بردمد اوراق ورد. نه گناهی عمر و قصدی رسول، می کشیدش تا به درگاهی قبول. نه به سحری ساحران فرعونشان، می کشید و گشت دولت اونشان. گر نبودی سحرشان و آن جهود، کی کشیدیشان به فرعونی عنود. کی بدیدندی عصا و معجزات، معصیت طاعت شده قومی اساد. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه مانند طاعت آمده است. چون مبدل می کند او سیئات، طاعت اش می کند رغم وشات. زین شود مرجوم شیطانی رجیم، وز حسد او بیترقد گردد دونیم. او بکوشد تا گناه پرورد، زان گناه ما را به چاه آورد. چون ببیند کان گناه شد طاعت، گردد او را نامبارک ساعت. اندرا من در گشادم مر تو را، تف زدی و تحفه دادم مر تو را. مر جفاگر را چون اینها می دهم، پیش پای چپ چیسان سر می نهم. پس وفاگر را چی بخشم تو بدان، گنج ها و ملک های جاویدان. گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به گوش رکابدار امیرالمومنین علی کرم الله وجهه که کشتن علی بر دست تو خواهد بودن خبرت کردم. من چنان مردم که بر خونی خویش، نوش لطفی من نشد در قهر نیش.
گفت پیغمبر به گوشی چاکرم، کو برد روزی ز گردن این سرم. کرد آگه آن رسول از وی دوست، که هلاکم عاقبت بر دست اوست. او همی گوید بکش پیشین مرا، تا نیاید از من این منکر خطا. من همی گویم چو مرگی من ز توست، با قضا من چون توانم حیله جست. او همی افتد به پیشم که ای کریم، مرا کن از برای حق دو نیم. تا نیاید بر من این انجام بد، تا نسوزد جان من بر جان خود. من همی گویم برو جف القلم، زان قلم بس سرنگون گردد علم. هیچ بغض نیست در جانم ز تو، زان که این را من نمی دانم ز تو. آلتی حقی تو فایل دست حق، چون زنم بر آلتی حق طعن و دق. گفت او پس آن قصاص از بهر چیست؟ گفت هم از حق و آن سیری خفیست. گر کند بر فعل خود او اعتراض، ز اعتراضی خود برویاند ریاض. اعتراض او را رسد بر فعل خود، زان که در قهر است و در لطف او احد. اندر این شهری حوادث میر اوست، در ممالک مالکی تدبیر اوست. آلت خود را اگر او بشکند، آن شکسته گشته را نیکو کند. رمز ننسیخ آیتن او ننسیها، نعت خیرن در عقیب میدان میها. هر شریعت را که حق منسوخ کرد، او گیا برد و عوض آورد ورد. شب کند منسوخ شغل روز را، دان جمادی آن خرد افروز را. باز شب منسوخ شد از نور روز، تا جمادی سوخت زان آتش فروز. گرچه ظلمت آمد آن نوم و ثبات، نه درونی ظلمت است آبی حیات. نه در آن ظلمت خردها تازه شد، سکته سرمایه آوازه شد. که زیدها آمد پدید، در سویدا روشنایی آفرید. جنگ پیغمبر مداری صلح شد، صلح این آخر زمان زان جنگ بود. 100,000 سر برید آن دلستان، تا امان یابد سری اهل جهان. باغبان زان می برد شاخی مزیر، تا بیابد نخل قامتها و بیر. می برد از باغ دانا آن حشیش، تا نماید باغ و میوه خرمیش. می کند دندانی بد را آن طبیب، تا رهد از درد و بیماری حبیب. پس یادتها درونی نقص هاست، مر شهیدان را حیات اندر فناست. چون بریده گشت حلقی رزق خوار، یرزقون فرحین شد خوشگوار. خلق حیوان چون بریده شد به عدل، خلق انسان رست و افزونید فضل. خلق حیوان چون بریده شد به عدل، خلق انسان رست و افزونید فضل. خلق انسان چون ببرد هین ببین، تا چی زاید کن قیاسی آن برین. حلق ثالث زاید و تیمار او، شربتی حق باشد و انوار او. حلق ببریده خورد شربت، ولی حلق از لا رسته مرده در بله. بس کنیدون همتی کوته بنان، تا کیت باشد حیاتی جان بنان. زان نداری میوه مانندی بید، کابرو بردی پی نانی سپید. گر ندارد صبر زین نان جانی هیست،
کیمیا را گیر و زر گردان تو میس. جامشویی کرد خواهی ای فلان، رو مگردان از محلی گازران. گرچنان بیشکست مروزه تو را، در شکسته بند پیچ و برترا. چون شکسته بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. گر تو او را بشکنی گوید بیا، تو درستش کن نداری دست و پا. پس شکستن حق او باشد که او، مر شکسته گشته را داند رفو. آن کی داند دوخت آن داند درید، هرچی را بفروخت نیکوتر خرید. خانه را ویران کند زیر و زبر، پس به 1 ساعت کند معمورتر. گر یکی سر را ببرد از بدن، 100,000 سر برآرد در زمن. گر نفرمودی قصاص بر جنات، یا نگفتی فی القصاص آمد حیات. خود کی را زهره بودی تا او ز خود، بر اسیری حکم حق تیغی زند. زان که داند هر کی چشمش را گشود، کان کشنده سخره تقدیر بود. هر کی را آن حکم بر سر آمدی، بر سر فرزند هم تیغی زدی. رو بیترسو طعنه کم زن بر بدان، پیش دامی حکم عجزی خود بدان. تعجب کردن آدم علیه السلام از ضلالت ابلیس لعین و عجب آوردن. چشم آدم بر ابلیس کو شقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خویش بینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، تو نمی دانی ز اسراری خفی. پوستین را باژگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بوم برکند. پرده 100 آدم آن دم بردارد، 100 بلیس نو مسلمان آورد. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چونین گستاخ نندیشم دگر. یا غیاث المستغیثین اهدنا، لافتخار بالعلوم والغنا. لا تزغ قلبا هدیت بالکرم، واصرف السوء الذی خط القلم. بگذران از جان ما سوء القضا، و مبر ما را ز اخوان صفا. تلختر از فرقتی تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. رخت ما هم رخت ما را راهزن، جسم ما مرجان ما را جامکن. دست ما چون پای ما را می خورد، بی امان تو کسی چون جان برد. ور برد جان زین خطرهای عظیم، برده باشد مایه ادبار و بیم. زانکه جان چون واصل جانان نبود، تا ابد با خویش کور است و کبود. چون تو ندهی راه جان خود برده گیر، جان که بی تو زنده باشد مرده گیر. گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران. ور تو ماه و مهر را گوی جفا، ور تو قد سرو را گوی دوتا. ور تو چرخ و عرش را خوان حقیر، ور تو کان و بحر را گوی فقیر.
آن به نسبت با کمال تو رواست. ملک اکمال فناها مر تو راست. که تو پاک از خطر و از نیستی، نیستان را موجود و مغنیستی. آنکه رویانید داند سوختن، زانکه چون بدرید داند دوختن. می بسوزد هر خزان مرباغ را، باز رویاند گلی صباغ را. کی بسوزیده برونا تازه شو، باری دیگر خوب و خوب آوازه شو. چشم نرگس کور شد بازش بساخت، حلق نی ببرید و بازش خود نواخت. ما چو مصنوع مصانع نیستیم، جز زبون و جز که قانع نیستیم. ما همه نفسی و نفسی میزنیم، گر نخواهی ما همه آهرمنیم. زانز آهرمن رهی دستیم ما، که خریدی جان ما را از عما. تو عصاکش ارکی را که زندگیست، بی عصا و بی عصاکش کور چیست؟ غیر تو هرچی خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. هر کی را آتش پناه و پوش شد، هم مجوسی گشت و هم زردوش شد. کل شیء ما خلا الله باطل، ان فضل الله غیم حاطل. شما محفل ادبی را با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، یاور تهیه‌گر ایرج میرزا علی، منظم آواز برنای نظام، محرر عبدالقادر عبدالقهار. خانه آباد باشید.